سلام، به این ویدیو خوش اومدین. پذیرش خود، قدم دوم به سوی شخصیت سالم. تا حالا شده از خودتون ناراضی باشین یا احساس کنین کاش آدم دیگه ای بودین؟ خیلی از ما این حس رو داریم، ولی پذیرش خود یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیت سالمه. بیاین با هم بررسی کنیم چرا پذیرش خود اینقدر مهمه و چطور میتونیم بهش برسیم. اول ببینیم اصلاً پذیرش خود یعنی چی؟ یعنی اینکه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفمون رو بپذیریم و با خودمون توی صلح باشیم. این به معنای رضایت کامل نیست، بلکه یعنی بدون قضاوت شدید خودمون رو همونطور که هستیم قبول کنیم. کارل راجرز، یکی از بزرگترین روانشناسای قرن 20، تو نظریه خودش میگه پذیرش خود پایه اصلی رشد و تغییر مثبت تو همه ماست. حالا چرا پذیرش خود انقدر مهمه؟ اولین دلیل اینه که باعث افزایش عزت نفس میشه. وقتی خودمون رو بپذیریم، توانایی هامون رو هم میپذیریم و باورشون میکنیم و اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنیم. دومیش اینه که استرس و اضطراب رو کم میکنه. پذیرش خود باعث میشه کمتر از قضاوت دیگران بترسیم و استرس رو از خودمون دور کنیم. و سومین دلیل اینه که باعث رشد و پیشرفت ما میشه. وقتی خودمون رو بپذیریم، با انگیزه بیشتر برای بهتر شدن تلاش میکنیم، نه برای فرار از خودمون. ولی چطور به پذیرش خود برسیم؟ راه اول با گفتگوهای درونی مثبت. مثلا به جای منفی بافی و ایراد گرفتن مدام، به خودتون بگید من دارم تلاشمو میکنم و این ارزشمنده. راه بعدیش پذیرش اشتباهاته. اشتباهات ما بخشی از انسان بودن ماست و همه ما اشتباهات زیادی انجام میدیم. ازشون درس بگیریم ولی خودمون رو سرزنش نکنیم. یه راه دیگه تمرین شفقت و مهربونی با خودمونه. با خودمون مثل یه دوست مهربون رفتار کنیم. آیا با یه دوست صمیمی هم همینقدر سختگیر برخورد میکنیم؟ روانشناسا یه آزمایش جالب انجام دادن که نشون میده پذیرش خود چقدر میتونه روی عملکرد و احساس ما تاثیر بذاره. محققا 2 گروه از افراد رو در مواجهه با اشتباهاتشون بررسی کردن. از گروه اول خواسته شد اشتباهات خودشون رو یادداشت کنن و بعد خودشون رو بابت اون اشتباهات ببخشن. گروه دوم هم باید اشتباهاتشون رو یادداشت میکردن، اما به جای بخشش تنها تمرکزشون روی راههای فرار از اون اشتباهات بود. نتیجه، بعد از مدتی گروه اول اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودن و تو کارهای بعدی عملکرد بهتری داشتن، اما گروه دوم همچنان درگیر اضطراب بودن و عملکردشون بهبود آنچنانی نداشت. چرا این اتفاق افتاد؟ پذیرش اشتباهات و بخشیدن خود به افراد کمک کرد تا احساس آرامش بیشتری داشته باشند و روی رشد و پیشرفت خودشون تمرکز کنند. در مقابل، فرار از اشتباهات باعث شد افراد همچنان احساس ترس و ناکافی بودن داشته باشند. وقتی اشتباهی کردین، به جای اینکه خودتون رو سرزنش کنین، چند دقیقه وقت بذارین و از خودتون بپرسین این اشتباه چه درسی برام داشت؟ چطور میتونم خودم رو ببخشم و بهتر بشم؟ یه تمرین کاربردی هم بهتون پیشنهاد میدم. یه دفترچه بگیرین و هر روز 3 تا ویژگی مثبت خودتون رو یادداشت کنین. بعد از یه مدت میبینین چقدر اعتماد به نفستون بالا رفته و پذیرش خود براتون شیرین تره. پذیرش خود اولین قدم برای دوست داشتن خودمونه و میتونه با تمرکز روی جنبه‌های مثبت شخصیتمون و یادآوری اونا به خودمون تقویت بشه. نوشتن درباره نقاط قوتمون به ما کمک میکنه تا نسبت به خودمون مهربونتر و واقع‌بین‌تر باشیم. با این کار هم آرومتر میشیم، هم رشد میکنیم و هم یه قدم دیگه به شخصیت سالم نزدیکتر میشیم. شما چطور خودتون رو میپذیرید؟ نظراتتون رو برام بنویسید. توی ویدیوی بعدی قراره درباره یه ویژگی دیگه از شخصیت سالم حرف بزنیم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان اون دکمه مشترک شدن رو لمس کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. امیدوارم این ویدیو یه کمک کوچیک بهتون کرده باشه تا خودتون رو بهتر بشناسین. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشین.